سلام، در خدمت هستیم. در مجموعه فرهان گسل در بحث رنگ سنجی دوستان سوال میکنن که اصلا رنگ سنج چیه، کاربردش چیه، تفاوت‌ها توی چی هست. برند FRU کمپانی چینی مدل WR10 رو داریم و برند چینی TriNH مدل NR145 رو در واقع داریم. این دو نمونه در مقایسه با هم تفاوت‌هایی رو دارن، شباهت‌هایی رو دارن. سری اسکوپ هر دو توسط گارد محافظی وجود داره، قطر 8 میلیمتر رو داره در ناحیه انتهایی. در قسمت پشتی کلید تست رو داره، در قسمت کناری کلید 0 که برای روشن کردن اون هست. در قسمت تولبار کناری دستگاه 5 تا کلید وجود داره که برای در واقع روشن کردن دستگاه کلید 0 رو بزنیم، تست رو بزنیم. بعد از خوش آمدگویی صفحه نمایش دستگاه رو به صورتی که می‌بینین هست. خب بالا اومدن دستگاه در اختیار قرار گرفته، همونطور که می‌بینید TriNH سریع‌تر اقدام میکنه از لحاظ سنسوری. هر دوتاشون باتریشون شارژیه، بند دستی رو همراه خودشون دارن. یه پلیت نمونه در نمونه TriNH هست، کیف محافظی که هر دو دارن، دفترچه راهنمایی که روی هر دو هست و سرتیفیکت کمپانی که روی اون قرار داره. در نمونه WR10 ما اینجا یه باتری در واقع لیتیومی رو داریم که با 5000 در واقع میزان آمپر اون هستش و 3000 میلی آمپر در واقع قدرت اون باتری. 5000 بار تست زدنه. هر کدوم از اینا دلتاش در سه زاویه در واقع A، B و L هستش. در این نمونه اما TriNH بحث L، A، B و C و H رو داره و همینطور میتونیم در نمونه استاندارد مود و سمپل مود به این شکل مقادیر بیشتری رو اندازه‌گیری داشته باشیم. علاوه این موارد دیگه هست که توی در واقع دیتای دستگاه ذکر شده. اگه بخوایم به مهمترین نکته اشاره بکنیم، بحث وزنی، از لحاظ وزنی تقریبا توی رنج هستن. از لحاظ ابعادی خب نمونه TriNH ابعاد بزرگتری داره، ولی از لحاظ صفحه نمایش در یک اندازه هستن، تولرانسشون در یک کیفیت قرار داره و از لحاظ در واقع اون چی که به عنوان تعداد دفعات تست، نگهداری باتری و سایر موارد ذکر میشه، میتونیم بگیم یه حد و حدودی مدل TriNH در رده بالاتری قرار داره. خب قیمتشون بی‌تناسب به همین منوال هستش، اما هر دو در صنایع به نوع خودشون کارکردشون رو دارن. دقتشون بحث تولبار کلی FRU رو اگر بخوایم داشته باشیم، بحث داده‌دهی، ذخیره‌سازی، منوی کلی، تنظیمات، تاریخ زبان، ساعتش، تنظیمات اتومات و منوالش. و در نمونه TriNH مواردی که وجود داره: منوی کلی، تنظیمات صفحه نمایش، تنظیمات تولرانس، منوی کلی و تغییراتی که توی در واقع بحث اتوکالیبریشن و تست و منوال دستی خودش و سایر موارد داره. توضیحاتی که به صورت کامل وجود داره و در کلیپ‌های مختلف در مجموعه فرهان گسل خدمتتون گرفته شده. برای سفارش دهی رنگ سنج‌ها، ضخامت سنج‌های رنگ، تجهیزات ابزار دقیق و اندازه‌گیری و مربوط به تست‌های مخربان این میتونید با مجموعه فرهان گسل در تماس باشین. در خدمت شما عزیزان هستیم.